خواستم یاری کنم اما در آن غوغا نشد. خواستم من هم بگیرم دست بابا را نشد. بمیرم برای غربت آقا امام حسن مجتبی. مادرم او را گرفت و تازیان پشت هم. مادرم او را گرفت و تازیان پشت هم. هی فرود آمد ولی دستان مادر وا نشد. هی فرود آمد ولی دستان مادر وا نشد. دست مادر آخرش وا شد نمیگویم چطور. انقدر گویم که زهرا دیگران زهرا نشد. انقدر گویم که زهرا دیگران زهرا نشد. من فقط میدانم آن روز و در آن کوچه چه شد. من فقط دیدم چرا افتاد مادر پا نشد. من فقط دیدم چرا افتاد مادر پا نشد. حال و روزش فکر می کردم که بهتر می شود. هرچه ماندم منتظر فردا و فرداگاه نشد. اون نانجیب اینجا در زد زهرا رو جوری زد که دیگه زهرا نتونست قدلم کنه. آی مادر مادر، هرچه گشتم کوچه را فردا و فرداها نبود. هرچه گشتم کوچه را فردا و فرداها نبود. هرچه گشتم گوشواره آخرش پیدا نشد. جنان سیلی زد به صورت مادر. آی زهرا، من عصای پیری مادر شدم در کودکی. پیر 18 سال جز یا تکیه بر من پا نشد. آخرش خم شد به درگاه علی ماه علی. آی علی جان، آری آن قامت به جز در پای یک تا نشد. تا که مادر رفت انگار از پدر چیزی نماند. علی جان بمیرم برای غربته. دیگه بعد زهرا کسی به علی محل نمیذاشت. جواب سلام علی را نمیدادم. تا که مادر رفت انگار از پدر چیزی نماند. در جهان هرگز امیری اینقدر تنها نشد. پیش زینب بغضایم در گلویم گیر کرد. خواستم زاری کنم پیش حسینم ما نشد. چشم امید یتیمان چشم را وا کن ببین. ناله هم سهم یتیمانه تو از دنیا نشد. یا فاطمه یا فاطمه، گفت نالیدن یک مادر. دلم میخواد در امشب شب اول این مجلسه این اشکات بباره برای این مادر پهلو شکسته. نالیدن یک مادر مأیوس کشنده است. بغضی که شود یک سر محبوس
کشندست سیلی به زهرا سبب مرگ حسن شد آری به خدا غصه ناموس کشندست و ساعی عمر والدارج اجب حقده وساعي حرق بيت الوحي بناره وساعي غميج الجرح عالزهره وساعي عصر بنت النبي لحد المنيه اي عصر بنت النبي لحد مأجور حبيبي اي المني وجدها ابوها محمد وعبد الله وجدها عرف خلف الباب لاذت عرف بأنها الزهراء ورا الباب عرف خلف الباب لاذت وجدها ضلعها يهشم برفسه وجدها عمر مسؤول عن قتل التقية لعنة الله عليه وعمر مسؤول عن قتله